امام سفیان ثوری می‌فرمایند اول هر شب یک منادی صدا میزند از تحت عرش خداوند، میگه الا لیقم العابدون. اول هر شب میگه عبادتکارا بیدار بشن، بلند بشن. عبادتکارا بلند میشن، به نماز میپردازن. بعد وسط شب، نیمه شب، دوباره همون منادی صدا میزنه الا فلیقم او لیقم القانتون. نیمه شب که میشه میگه اونهایی که اهل قنوتن، قانتین، اونهایی که یک درجه بالاترن، حالا نیمه شبه اونها بلند بشون. اونایی که نماز عشاشون میخونن و وترشون و بعد از عشا میخوابن دیگه بلند نمیشن، اونا نمازشون خوندن، نماز مغرب و سنت های بعدیه و نماز عشا و سنت بعدش و نماز وتر رو خوابیدن. قسمت نیمه شب میگه الا لیقم القانتون، اونها بلند شدن. اینا یه مقدار نماز میخونن تا نزدیکای سحر خواب بر اونها غلبه میکنه، میخوابن. دوباره میگه همون منادی از زیر عرش خدا صدا میزنه الا لیقم المستغفرون. اینجا دیگه آخرین نقطه هست، وقت سحره. شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در بام دوست پرواز کنن. هر جا که دری بود به شب در بندن، الا در دوست را که شب باز کنن. میگه بلند میشن مستغفرون، همینجور سر به سجده طلب مغفرت میکنن. اونقدر به خدا نزدیک میشن، با توبه و گریه میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند 3 تا صدا رو دوست داره، 3 تا صدا رو دوست داره، اونم در وقت سحر. یکی صدای اذان گفتن خروس و یکی صدای تلاوت عبد با کلام رب العالمین و یکی صدای آه و ناله انسان گناهکار سر تا پا تقصیر در وقت سحر که به درگاه خدا زاری میکند. میگه مستغفرین دیگه استغفارشون همینجور وصله با نماز شبشون تا اذان صبح. این 3 نفر. بعد میگه که فاذا طلع الفجر نادا منادن، میگه وقتی آفتاب طلوع کرد یا فجر طلوع کرد، نادا منادن، منادی صدا میزند الا لیقم الغافلون. 4مین گروه میگه وقتی فجر طلوع کرد دیگه وقتی نمونده، میگه منادی از زیر عرش خدا صدا میزنه الا لیقم الغافلون. حالا غافلین بلند بشن. خودش میگه که طوری بلند میشن از بسترشون مثل که مرده ها دستماچه از قبراشون بلند میشن. غافلون الا لیقم الغافلون. بعد میگه که فیقومون من فروشهم کالموتی نشروا من قبورهم. علامت روگردانی خداوند از عبد و انسان این حدیثه. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند علامت اعراض و روگردانی خداوند از عبدش مشغول شدن عبد به چیزی که به دردش نمیخوره. خودتون رو محک بزنید. اگر دیدی به چیزی مشغول شدی که مفید نیست، به درد نمیخوره، بدونید که خدا از شما برگشته. و شخصی، پیامبر میگه، و شخصی که 1 ساعت از عمرش در غیر هدف خلقت خدا از اون شخص سپری بشه، میگه کافیشه که حسرتش طولانی بشه در دنیا و آخرت. میگه اگر 1 ساعت عمر در غیر مفید و غیر ما خلق الله، اون هدف خلقت سپری بشه، پیامبر میگه، من نمیگم، میگه حسرت اون شخص در دنیا و آخرت خیلی طولانی خواهد شد. و بعد میگه کسی که سنش و من جاوز الاربعین ولم یغلب خیره شره فلیتجهز الی النار. و کسی که سنش به 40 برسه خیرش غالب بر شرش نباشه، یعنی بیشتر از شرش نباشه، میگه خودشو برای رفتن به جهنم آماده بکنه. 40 ساله امروز چشم به هم بزنید 40 سالته. امروز کودکی بعد پیریه، جوانی نیست. امروز به دنیا آمدی، عصر سرعته، فرصت نمیده که جوان بشی. هر جوان نشدی پیر شدی. کسی که به 40 برسه
خیرش بر شرش غالب نباشه، میگه خودش آماده بکنه برای رفتن به جهنم.